اخیراً ما ایتا محصول جدیدی روش کار بودیم که اسمش اسپرسوی چای. اسپرسوی چای از سرگل چای، غنچه برگ معمولا بین 2 تا 2.5 سانت ارتفاع داره. غنای چایی در هو غنچه طی فراوری خاصی که ما روش انجام بدهیم مناسب سازی بودیم برای مکافات‌های رایج در کشور. دماوری اسپرسوی چای در ام مخزن بالای دستگاه مکافات همونطور که تصویر میان بشدین خطی که ما بکشیم، یعنی 3-4 میلیمتر از خانه باید کمتر پره کنید برای اینکه چای میل به باز شدن دارید هنگام ارتباط با آب جوش. کل مجموعه عمل قرار نیم روی شعله مستقیم. چایی که شما ای ملاحظه فرمایدی در واقع چای بسیار غنی است، به لحاظ عطر و رنگ بسیار غنیه، طعم تندی داره. افرادی که انا به صورت آزمایشی تست بگودید بازخورد خیلی خوبی اما رفته اید. تنم بگم که نسل جدید یه مقدار از چای دور بسته، بنابراین ام محصول هم معرفی کردن و آوردن در رده محصولات جدید و روی انشا کار کردن و قطعا پرستیژ لازم برای جوانان امروزه داره.